در گرجستان همزمان با پایین شدن قرب پول ملی این کشور لری نرخ‌ها بالا رفته است. در ماه فوریه قیمت مواد غذایی و نوشاکی از 7 تا 15% افزایش یافت. نرخ نان 8% بالا رفته است. مثل آن قیمت شکر، قهوه، نمک و دیگر مواد غذایی نیز افزایش یافت. در طول ماه گذشته قرب لری در مقابل دلار ایالات متحده آمریکا 10% پایین رفته است. در پایتخت قرقیزستان فعالان حقوق بشر راهپیمایی تشکیل نموده از سیاستمداران تقاضا کردند بر ضد شکنجه کودکان اقدام بیشتر روی دست گیرند. تخمیناً 100 حامی حقوق نامه نوشته از پرزیدنت، پارلمانت و حکومت قرقیزستان دعوت کردند بهر حمایه کودکان زمینه بهتری قانونی تأمین نمایند. چند قضیه شکنجه کودکان که وقتهای اخیر در قرقیزستان جای داشته است، باعث بحث‌های پرجوش و خروش در مسئله اذیت کودکان این کشور گردیده است. در یک مدرسه شمال پاکستان محصلین نمایشگاه تاریخ و فرهنگ ولایت خیبر پختونخوا این کشور را راه اندازی نمودند. مسئولان نمایشگاه میگویند هدف تشویق دانشکده‌های اسلامی است که عادتاً همچون پایگاه تربیه اکستریمیستان ارزیابی می‌شوند. همچنان در اسلام آباد پاکستان سفارت آذربایجان و یک پژوهشگاه محلی نمایشگاه خطاطی برپا نمودند. نمایشگاه رنگ‌های صلح و همسازی نام داشته، در آن همزیستی آسایشته با استفاده از اصول تصوف که در پاکستان پیروی زیاد دارد در معرض عام گذاشته شده است.